اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی و طول عمر. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که انسان وقتی میمیره چطور میشه، کجا میره؟ امام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. امام فرمود که وقتی انسان مرد، روحش یعنی هم بعد برزخیش وارد بهشت برزخی میشه، در بهشت برزخی زندگی میکنه. ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، منتها تو قصرهای خاص، تو خونه های خاص. حجره یعنی خونه‌ای که انسان از دیگران جدا میکنه. اینها منزل دارن، در منزلهایی در برزخ زندگی میکنن که از همین کلمه امام از این واژه به دست میاد که انسان در برزخ بدن داره، منتها بدنش بدن برزخی و بدن مثالی است. یأکلون من طعامها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی‌هاش میآشامن. و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید یکدیگر میرن، به دیدن هم میرن که از لذت‌های اهل بهشت برزخی همین دید و بازدید و زیارت یکدیگر رفتن هست. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. دعاشون اینه خدایا قیامت رو برپا کن تا اون بهشتی که به ما وعده دادی ما وارد اون بهشت بشیم. میدونن که این بهشتی که الان تو برزخ دارن، این بهشت بهشت اصلی نیست، این بهشت بهشت خلد نیست، بهشت دیگری در انتظارشونه که باید وارد اون بهشت بشن. خب از این حدیثی که من خوندم چند نکته به دست اومد. یک، مؤمنین در برزخ در بهشتند. دو، منزل دارن، جایگاه دارن، قصر دارن و منزلشون از دیگران جداست. و سه، غذا دارن، غذای برزخی، طعام بهشت برزخی دارن، نوشیدنی های بهشت برزخی رو دارن. و چهار، از لذت های برزخ همون زیارت و دید و بازدیده. و نکته آخر این که اینها میدونن که بهشتی در انتظارشونه، که اون بهشت خیلی از این بهشت برزخی سره و مقام اون بهشت خیلی از این مقامی که الان توش هستن بالاتره. و لذا دعاشون اینه که قیامت به پا بشه تا بعد از قیامت اینها وارد همون بهشت اصلی خودشون بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.